بسم الله الرحمن الرحیم. من سارا شوشرلایی هستم. امروز میخوام تمرین 5 درس 2 فصل 6 ریاضی دهم رو با هم حل کنیم. خب این یکی از تمرین هاییه که خیلی مهم هست و خیلی از مواقع توی امتحان حالتهای متفاوتی رو ترکیب میکنن و مشابه این سوال رو طرح میکنن. سوال پرسیده با حروف کلمه گلپیرا و بدون تکرار قسمت الف، قسمت اول الف چند کلمه 6 حرفی میتونیم بنویسیم؟ خب طبیعیه که تعداد کلمات 6 حرفی که میتونیم در نظر بگیریم با حروف کلمه گلپیرا، چون خود گلپیرا 6 حرف داره، تعداد کلمات 6 حرفیش بدون تکرار برابر میشه با 6 فاکتوریل. پس قسمت اول الف جوابش میشه 6 فاکتوریل، چون 6 تا حرفن و میخوام ببینیم چطوری با هم اینها چینش میشن، چطوری چیده میشن و به طوری که اهمیت داره ترتیبشون که میشه 6 فاکتوریل. بعد گفته چند تا از اونها با گل شروع میشه. خب اینجا باید دقت کنیم به این قسمت که وقتی میگه با گل شروع میشه، پس بنابراین از این 6 حرفی 2 حرفش مشخص شده، اونم گله. پس بنابراین 4 تای دیگه رو ما باید قرار بدیم. ببینید اینجا با گل شروع میشه، میمونه 4 تا حرف دیگه ای که ما اینجا میخوایم قرار بدیم تا یک کلمه 6 حرفی بسازیم. 4 تا حرف دیگه رو از پ، ی، ر و الف چینش اونها استفاده میکنیم که اون 4 تا با همدیگه به اندازه 4 فاکتوریل میتونن جابجا بشن. گل ثابته که 2 حرفه، 4 تا حرف دیگه میخوایم که بشه 6 حرفی، چون گفته چند کلمه 6 حرفی که با گل شروع میشه. پس چینش اون 4 تا تعداد کل کلمات 6 حرفی که با گل شروع میشه رو برای ما ایجاد میکنه. پس جواب قسمت دوم الف میشه 4 فاکتوریل. قسمت ب میگه چند کلمه 4 حرفی میتونیم بنویسیم. خب چون گلپیرا خود 6 حرفه و ما کلمات 4 حرفی میخوایم بدون تکرار، اون اول گفته، پس در از تعداد جایگشت 6 و 4، چون 4 تا از 6 تا رو میخوایم با اهمیت قرار دادن ترتیب کنار هم بچینیم که میشه پی 6 و 4 میشه 6 فاکتوریل به روی 6 منهای 4 فاکتوریل، 6 فاکتوریل به 2 فاکتوریل که جوابش برابر میشه با 360. 6 فاکتوریل 720، اونم 2 که میشه 720 به 2 360. قسمت پ میگه چند کلمه 6 حرفی میتونیم بنویسیم که در اونها 2 حرف پ و ر کنار هم باشن. ببینید برای اینجا وقتی میگه پ و ر کنار هم باشن، پس این پ و ر رو توی یه باکس قرار میدیم، به هم میچسبونیمشون. کلمه 6 حرفی میخواد، پ و ر به هم دیگه چسبیده هستن، این 2 تا. 4 تا حرف دیگه باید انتخاب کنیم. خب پ و ر کنار گذاشته شدن، 4 تا حرف دیگه مونده، اما اون 4 تا حرف دیگه که چیا هستن؟ گ، ل، ی و الف. 1 2 3 4 با این باکس پ و ر که خودش 2 حرف داره، با هم اینا میتونن به اندازه اینا 4 تا اونم 1 5 فاکتوریل میتونن جابجا بشن. پس پ و ر که یه دونه در نظر گرفتیم به هم چسبیدن،
با گ، ل، ی و الف به اندازه 5 فاکتوریل میتونه جابجا بشه. اما خود پئوره هم گردشش به اندازه 2 فاکتوریل هست. چرا؟ چون میتونه این خودش به جای پئوره بشه ر و پ. گردش همه با هم 5 فاکتوریل، خود پئوره هم 2 فاکتوریل، پس میشه 5 فاکتوریل ضرب در 2 فاکتوریل که جواب میشه 240. قسمت ت میگه چند تا کلمه 4 حرفی میتونیم بنویسیم این بار 4 حرفی باشه و پئوره کنار هم باشه. خب دقت کنید، چون میگه 4 حرف پس بنابراین اولا پئوره هم گفته کنار هم باشن، یعنی پئوره رو توی باکس میذاریم که 2 فاکتوریل خود پئوره با هم جابجا میشن. این پ و ر این توی یه باکس قرار میدیم، 2 فاکتوریل خود اینا با هم جابجا میشن. کلمه 4 حرفی میخواد، یعنی در اصل 2 حرفش اینجا گذاشته شده، من 2 حرف دیگه باید انتخاب کنم. از بین چی؟ از بین گ، ل، ی و الف باید 2 حرف انتخاب کنم. پس باید انتخاب پی 4 و 2 رو قرار بدم، چون 4 تا حرفن و من 2 تاشون رو باید انتخاب کنم و چیدمانشون هم مهمه که میشه 4 فاکتوریل، 4 منهای 2 هم 2 فاکتوریل، 24 به 2 که میشه 12. به 12 حالت متفاوت من میتونم از بین گ، ل، ی و ر 2 حرف رو بچینم. خب حالا 2 حرف رو فرض کنین چیدیم، اینا 2 حرف، پئوره هم 2 حرف که میشه 4 حرف. ممکنه این پئوره آخر این چیدمان قرار بگیره، یا ممکنه این پئوره اول چیدمان اون 2 حرف قرار بگیره، یا ممکنه این پئوره وسط چیدمان قرار بگیره. برای هر کدوم از اینا ببینید 12 حالت متفاوت این 2 تا میتونن چیده بشن از بین اون 4 تا که انتخاب کرد. 12 حالت متفاوت. اگه پئوره آخر بذارم خب 12 حالت، پئوره اول بذارم 12 تای دیگه، اینا بینشون جمع دیگه چون یا گفتیم. اگه پئوره وسط اون 2 حرف انتخابی قرار بگیرم 12 حالت جدید دیگه تولید میشه که با هم دیگه میشن چند حالت؟ 36. اما خود پئوره با هم 2 فاکتوریل چینش دارن، چینش پئوره با هم دیگه، پس 36 ضرب داره 2 فاکتوریل که میشه 72 تا. این جای به جایی چی؟ پ و ر با هم دیگه، پ و ر. پس بنابراین کل حالتامون شد 72 تا. قسمت بعدی چند کلمه 5 حرفی می توان نوشت که در آنها حروف کلمه پیرا کنار هم باشند. خب خود پیرا 4 حرف داره، میخوایم این حروفش کنار هم باشن، پس 4 فاکتوریل اینا با هم جابجا میشن و چون 4 حرف داره و کلمه 5 حرفیه من دنبال یه حرف پنجم هستم. حرف پنجم یا میتونه گ باشه یا میتونه ل باشه، یعنی چند حالت براش داریم؟ 2 حالت برای انتخاب حرف پنجم، 2 حالت برای انتخاب حرف پنجم.
ممکنه گ رو بذارم یا ممکنه ل رو بذارم. حالا هر کدوم از اینا که انتخاب بشن، مثلا فرض کنید دیگه انتخاب شد، اینجا هم من پیرا رو دارم که 4 فاکتوریال میچرخه با هم دیگه. گ هم که اینجاست، این یه دونه پیرام یه باکس کردم که با هم خود اینها هم 2 فاکتوریال با هم دیگه میتونن جابجا بشن. یعنی گ و حروف کلمه پیرا اول گ بیاد یا گ بره چی در انتها قرار بگیره. 2 حالت هم جابجایی اینها رو با هم داریم. 2 حالت هم انتخاب حرف گ یا ل. ببینید این یا ل. اینجا هم پیرا که باز 4 فاکتوریل برای ل با خود پیرا یه باکسه، ل هم یه دونه، با هم دیگه میشن 2 تا، میشه 2 تا 4 فاکتوریل. اینم 2 تا 4 فاکتوریل، یعنی میشه 4 فاکتوریل 24 در 2 48. اینم 48 ضرب در 2 که میشه 96 تا. پس ببینید پیرا به اندازه 4 فاکتوریل با هم جابجا میشن حروفشون. اگر گ رو انتخاب کنم با پیرا، ممکنه اول گ بیاد بعد پیرا، یا اول پیرا بیاد بعد گ. پس 2 حالت هم اینجا داریم، یه 2 حالت در 4 فاکتوریل. حالا ممکنه ل رو انتخاب کنم، پس 2 حالت هم کلا برای انتخاب گ یا ل. یعنی بتونم با هم دیگه توضیح بدم، یه 2 برای انتخاب گ یا ل، 4 فاکتوریل چینش پیرا با هم دیگه، یه 2 هم قرار گرفتن گ یا ل با حروف پیرا، چون پیرا یه باکسه، اونا هم یه دونه که با هم 2 تا جابجا میشن که جواب آخر میشه 96.